سلام بچه‌ها، امیدوارم خوب باشی. که شما کامنت گذاشته بود که بیا بهمون گیف کارت رایگان آموزش بده. باید بگم که من اولش اصلا نمی‌دونستم چیه. رفتم تحقیق کردم فهمیدم چیه. باید بگم که من با اینجور آدما کلا مشکل دارم که میان الکی میگن بیا فلان کارو کن، درآمد داری، برو فلان اپلیکیشن بازی کن و میخوام اصلا دربارش یه ویدیو بسازم و رستشون کنم چون محتوایی به شدت، یعنی ببین ویدیوشون مسخره است و تو اصلا ازشون نمیتونی درآمد داشته باشی. چه بخوای که خودم بخوام این ویدیو رو درست کنم، من به خاطر که به نظر شما احترام بذارم اومدم این ویدیو رو درست کردم. اول از همه باید بگم که من اثبات برداشت از اینا ندارم، ولی یه مدتی داشتم ازشون استفاده میکردم ولی خسته شدم. و دوم از این که باید بگم که ما چون ایرانیم و به یک مشکلی برمیخوریم، ملیتمون چون ایرانی و محدودیم متاسفانه. و در صورت اومدم که اون دو تا اپلیکیشن رو بهتون معرفی کنم. باید بگم که من هیچ چیزی ندارم که بخوام بگم این اپلیکیشن ها درستن یا اشتباهن، نمیدونم چی به چیه. خب اومدم گفت معرفی کنم که خودتون برین انجام بدین ببینیم میشه یا نمیشه. نظراتشون تا اینجایی که من خوندم مثبت بود و همه میگفتن بازی یعنی اپلیکیشن خوبیه و ازش میشه درآمد داشت و اینجور چیزا، گیفت کارت گرفت و اینا. بریم با هم ویدیو آموزش رو ببینیم و برگردیم. خب بچه این اپلیکیشن هستش، جایی که قراره زوم بکنم زوم میکنم تا شما بهتر متوجه شین. این اپلیکیشن هستش، دارین میبینید 1 میلیون نصب داره. اینجا که الان خط میکشم 1 میلیون نصب داره و نظراتش یعنی امتیازش 4.6 که امتیاز خوبیه. فکر کنم از 5 امتیازه، در اصل امتیاز خیلی خوبیه. نظراتش هم که مثبت بودم. اپلیکیشن رو باز میکنیم به خاطر اینکه برق نیست، بعضی جاها بالا نمیاد و من ولش کردم چون دیگه وقت نداشتیم که بخوایم ویدیو رو بگیریم، خیلی طولش دادیم. در صورت وایسیم تا این اپلیکیشن بیاد بالا. این اپلیکیشن شما اینجایی که من الان علامت میزنم شما میزنید و بازیاشو میبینید. خب یه دقیقه اینجا، آره اینجا شما علامت زدم همینجا رو میزنید و این بازیاش هستن که نوشته چند تا سکه بهتون میگه. باید بگم که این سکه ها الان بذار این بازی که من الان علامت میزنم اینو من الان روش میزنم، یه سری تکس شما باید انجام بدین، یعنی یه سری مأموریت، اگه درست گفته باشم تلفظشو. در اصل اینجا نوشته مأموریت، مثلا چه مأموریتی انجام بدی، چقدر سکه میگیری، چیکار کنی، چقدر سکه میگیری، بازی رو نصب میکنی و مأموریتشو انجام میدی. اینطوری که من فهمیدم اگه اشتباه نکنم. دیدید من زدم چون برق نبود خیلی اصلا نیومد بالا، خاطر همین اونترم نبود، من دیگه رفتم بیرون چون دیگه وقت نداشتیم ویدیو رو ضبط کنیم. حالا اینجا هم که دارین میبینید انواع اقسام بازی‌ها داره که با کارهای مختلف کنین. بعضی رو فقط با نصب کنین، بعضی رو فقط باید تبلیغاتشون رو ببینیم، مثلا اینجور چیزاست. حالا اینجا گیفت کارتاشن که دارین میبینید انواع اقسام گیفت کارت داره. حالا مثلا گوگل پلی رو اینجا علامت زدم که بریم با هم ببینیم. اینا الان اینجا میبینید چقدر گفته چقدر باید امتیاز داشته باشین تا باز شه و وقتی که باز میشه چقدر چیه، چقدر یعنی براتون میمونه، چقدر براتون کار میکنه اونجور چیزا. باید بگم که باید حتما با فیلتر شکن وارد این اپلیکیشن ها بشین و این بخش خونشه یه چیزای رایگانی هم فکر کنم روزانه بهتون بده، اینطوری که فهمیده بودم. حالا بازم نمیدونم. و اینکه بقیه بخشش هم دیگه هیچ کاری نباید بکنین، فقط همین بخش مهمش همین قسمت بود. و این هم یک اپلیکیشن دیگه هستش. این اپلیکیشن من قرار است که بیام داخل یوتیوب خیلی باش کار کردم ولی خب حوصله‌ام سر و دیگه ولش کردم. دارین میبینید 10 میلیون اگه اشتباه نکنم یا 1 میلیون نصب داره. 10 میلیون، آره 10 میلیون نصب داره و امتیازش 4.3 از 5 امتیاز فکر کنم و نظرات خوبی هم داره تا اینجایی که من دیدم. نظرات خوبی هم داره. حالا ما اینجا بازش میکنیم. بگم این یکم اپلیکیشنش رو مخه تا اون اپلیکیشن اولی، اون روانتره، این نه این یکم رو مخه. خب و در صورت میشه یه جور باش راه اومد اگه حوصله داشته باشید. اینجا که دارین میبینید بخش حالا لود بشه یه دقیقه. حالا وایسیم تا لود شه. این بالا بخش بازیاشه که بعضی رو فقط با نصب کنین، بعضی رو با برین مأموریت انجام بدین. دارین میبینید اینجا که علامت میزنم الان روی دونه این بازی‌ها من کلیک میکنم تا بخوام بهتون نشون بدم. اون هم مثل همین بازی مثل قبلی باید یه سری مأموریت‌ها تو بازی انجام بدین و نوشته هر مأموریتی چقدر امتیاز داره. پوینتر که بیاین یه دقیقه، آره اینجا نوشته چقدر امتیاز داره، چیکار کنید، چقدر امتیاز داره فلان. روی این گزینه سبز رو بزنید میرین بازی رو نصب میکنید و نصب بعضی بازی هم یه سری امتیازات داره ولی بعضیاشون نداره. در هر صورت این از این. و اینجا بخش میزنیم تا بخش گیفت کارتش رو بیاریم، یعنی بخوایم پولمون و امتیازمون رو تبدیل کنیم. حالا ما زدیم تو بخش گیفت کارت، یعنی سومین گزینه. دارین میبینید هم میتونید پولتون رو یعنی با صورت رمز ارز بگیرید و هم میتونید گیفت کارت بگیرید. اینجا هم نوشته چقدر امتیاز داشته باشین چقدر میتونید گیفت کارت بگیرید، یعنی چند امتیازی باید بگیرید چقدری و خلاصه اطلاعات همه اینجا که خط کشیدم هستش که راحت خودتون میتونین انجامشون بدین. اپلیکیشن راحتی نیست در مقابل اولیه ولی خب قابل قبوله، میشه قبولش کرد. خب بچه اینم بود از این آموزش. دارم میگم مطمئن نیستم بشه یا نشه، خب گفتم بذار به نظرتون احترام بذارم و درستش کنم، بهتره که درست نکنم. و اینکه باید بگم که امیدوارم بشه کاری کرد. خب این اپلیکیشن ها خیلی سخته، میشه حالا خیلی سخته که تو بخوای امتیاز به دست بیاری، واقعا خیلی رو مخه. من مثلا اپلیکیشن آخری که من برام سخت بود، نمیدونم ممکنه شما تا من فرق کنه قضیهتون، حوصله‌تون بیشتر باشه، اعصابتون بیشتر باشه، خب پس به دلتون میخوره. باید بگم که بهتون میده ها اینجور چیزا رو، ولی خب خیلی سخته رو مخه چون رایگانه دیگه. چون رایگان هم نیست، شما باید
اینترنتی بسوزونین که این کار رو انجام بدین. در صورت امیدوارم از این بازی لذت برده باشین. حمایت یادتون نره و اگرم نظری و چیزی دارین واسه ویدیو بعدیمون یه نظری بدین که ویدیو بعدیمون چی باشه، درباره چی باشه، تا من بیام اون ویدیویی که شما دوست دارین رو بسازم. و اینکه خلاصه کانال تلگراممون رو دنبال کنین، لینک این دوتا برنامه رو داخل کانال تلگرام میذارم. حمایت یادتون نره دیگه. لایک، کامنت، سابسکرایب. خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.